دقیقه بعدم 1 دقیقه رفت. عرضم به حضورتون که داریوش و من جفتمون دبیران انجمن دانشکده معماریمون تو دانشگاه خودمون بودیم. من دانشگاه قم، داریوش دانشگاه گیلان. و خب دبیرای انجمن و اعضای انجمن کلا یه ویژگی داشتن که خیلی خونگرم بودن، هر جا همدیگه رو می‌دیدن خیلی سریع با هم ارتباط می‌گرفتن و خیلی سریع دغدغه‌های خیلی مشابهی هم داشتن که این باعث می‌شد که حالا اون ارتباط بعدها هم ادامه دار باشه. من هنوز هم با بعضی از بچه‌هایی که در واقع اون موقع آشنا شدم هنوز ارتباطمو دارم و با داریوش هم یه بار تو کرمانشاه، یه بار تو تبریز اگه اشتباه نکنم، جشنواره‌های حرکت، اون موقع دانشجو بودیم دیگه. من ورودی 91 بودم، داریوش تو 91 بودی؟ بله. آره. و یه چند سالی هممون دبیر بودیم و همدیگه رو زیاد می‌دیدیم و ارتباطمون اونجوری شکل گرفت و من یادم که داریوش اون موقع هم فکر در واقع اپلای تو سرش بود و خوشحالم که عملی شد و تونست در واقع بره. در واقع داریوش نسبت به کسایی که حالا توی این 4-5 سال اخیر دارن مهاجرت میکنن یه ذره قدمتش بیشتره. دقیقاً چه سالی خودت رفتی؟ من الان تو سال 2018 یعنی آره دیگه 96 یا 7. آره دقیقاً سالی که یه اوضاع در واقع وحشتناکی تو ایران شروع شد. دقیقاً 5 سال اخیر نبوده. دقیقاً ما جزو آخرین گروه‌هایی بودیم که با دلار ارزون از کشور خارج شدیم. چند بود دلاری که رفتی باش؟ 97 25 اینو اضافه کنم به حرفات که آره خیلی دوستی‌های عجیب غریب و خوبی اون سالا شکل گرفت. توی فرصت کوتاه آدم خیلی به هم نزدیک بودم، ولی این نکته‌ای که حالا نمیدونم غم انگیزه یا نه این که اون روز داشتم دقت می‌کردم از اون گروه‌هایی که حالا تو تلگرام و این برام برداشتیم شاید 70-80% همه اون دبیرای همه دانشگاه الان خارج از ایران هستن. واقعا من موندم دیگه. محدود افرادی مثل تو هن که موندن مملکت رو بسازن. نه بابا ما گلیم خودمون عذاب بکشیم هنر کردیم، مملکت پیشکش. بلادی هم آره بلادی هم که دبیران بود و گرداننده کارها بود، یه یادی هم ازش بکنیم شاید بعدا این ویدیو رو تو یوتیوب ببینه. راستی این ویدیو رو حالا ریکورد میکنم و من بعدا تو یوتیوبم حالا بخشایش رو میذارم که مفیدتر خواهد بود برای بچه‌هایی که نیستن. خب داروش با چیز شروع بکنیم، با معرفی خودت، همون در واقع سالایی که شروع کردی به رفتن. بعد چی شد که مثلا پلی‌تکنیک میلان رو انتخاب کردی برای ارشد یا اساسا چند جا مثل دیگران اپلای کردی؟ حالا پلی‌تکنیک مثلا فاند بهتری داد، شرایط بهتری داشت که رفتی اونجا؟ و یه مقداری از خود پلی‌تکنیک بگو، یعنی از رویکرد آموزشیش، از فرهنگ آموزشیش بین دانشجوها و اساتید. این که میدونم ایرانی‌ها اونجا خیلی زیادن، این بودن زیاد ایرانی‌ها اونجا یک نکته مثبت یا یک نکته منفیه؟ و عرضم به حضورت که آیا در مورد زبانش هم بگو، یعنی با اینکه میدونم دانشجو اینترنشنال میگیره ولی آیا تو ایتالیایی بلد بودی رفتی یا بعدا رفتی اونجا خودت رو دیولپ کردی؟ در مورد اینا هم کمی صحبت بکنیم تا بعد بریم در مورد کارهای تخصصیت. بله چه شروع میکنم از هم حالا بیوگرافی که گفتی از کجا آمدیم و چه بود و اینکه خیلی خوشحالتر میشم که دیالوگمون همینجوری رفت و برگشتی باشه. وسط حرفم هم اگه قطع کنی سوال بپرسی خیلی قشنگتر. عرض کنم خدمتت که آره همونجوری که گفتی من دانشگاه گیلان بودم و مثل همه جزو اکتیو های اون موقع بودم و در واقع این مسیر مهاجرت طبیعتاً از همون ایران شروع میشه با فعالیت ها و خب فقط هم نمیتونه راجع به علاقه به معماری باشه، یه چیز دوبادی بود که هم دوست داشتم گوشه های جدیدی از معماری رو یاد بگیرم و همین که دوست داشتم خارج از اون به اصطلاح باکس رو برم ببینم و پروسه اپلای هم مثل خیلی های دیگه با سرچ شروع میشه. من فکر میکنم 90% موفقیت این داستان اپلای همون یه کلمه سرچه که پیگیر باشی، پیوسته این ور و اون ور در حال جستجو باشی. من هم دوره همین سرچ هم به چند تا گزینه ختم شد. طبیعتاً گزینه‌های تو آمریکا شمالی بود، گزینه‌های تو همین اروپای شمالی، هلند، آلمان و ایتالیا بود
بعد کم کم خب طبیعتا گزینه‌ها فیلتر میشدش و چیز پارامتر اقتصادی هم که همیشه مهمه، چون تا جایی که یادمه اون موقعی که من الان خیلی آپدیت نیستم، ولی اون موقعی که من اپلای میکردم برای مستر خیلی کم فاند و بورس و کمک هزینه تحصیلی اینا پیدا میشد، خیلی معدود تو اروپا. ولی تو همون دوره ایتالیا حالا به هر دلیل سیاست دانشگاه و دولتشون یک دری رو باز کردن که خیلی فاندای خوبی میدادن. من همزمان از بلف و پلیتکنیک میلان اپلای داشتم و پلیتکنیک میلان یه بورسی، چون من در جریان هستی یا نه، چون ایتالیا یه بورس کلی داره که به همه دانشجوها تقریبا تعلق میگیره بر اساس برکت مالیه که تو چقدر نیاز داری. و از اونجایی که ما تفاوت ارزیمون با اینا خیلی زیاده، تقریبا هر کسی از ایران بیاد توی اون ته جدول قرار میگیره و اون بهش تعلق میگیره. اون به همه میرسه. ولی من یه بورس دیگه ای داشتم به نام IYT Invest Your Talent in Italy که یه عدد قابل توجهی اون موقع میدادم و خب آدم وسوسه میشه دیگه، هم بحث مالی بود، هم یه به هر حال پلی‌تکنیک اون موقع که من بهش وارد شدم فکر کنم 7th یا 8th دانشکده دیزاین و معماری بود. الان فکر می‌کنم یکی دو پله پایین‌تر اومد. همیشه جز 10 تا بود. سر از اینجا در آوردیم. یا همیشه جز 10 تا بوده پلی‌تکنیک. حالا می‌خواستم در مورد همین رنگش هم بگی، یعنی حالا صحبت تو یادت نره در مورد این که اولا بگی که اون بورسیه که میگی مال من فرق میکرد این از کجا تامین میشد، که فرقش در واقع با اونا چیه که میگی اونا عمومی‌تر بود و برای کل در واقع ایتالیاست، و اینکه این پلی‌تکنیک که مثلا رنگش بالاست چرا اینقدر فاند زیاد میده، اساسا چرا اینقدر دانشجو زیاد میگیره، این به چه چیزهای پارامترهایی در واقع ربط داره؟ آیا صرفا مثلا چیزهای علمی و مقالات اساتید و اینهاست، یا نه مثلا امکانات رفاهی و اینا هم در نظر میگیرن؟ عرض کنم خوبه که میپرسی، منو هدایت کن به سمتی که خیلی واگرا نباشه صحبتام. عرض کنم خدمتت که آره این یه لیست حدودی از کلیات بورس ها بدم. یه بورس برکت اقتصادی که ایتالیا داره، یه گروه دومی از بورس هاست که دانشگاه ها خودشون میدن که به اصطلاح میریت بیس بهشون میگن، یعنی که مثلا بس نمره و فلان و اینا. الان پلی‌تکنیک به جایی که یادمه یه مدلی داشتش که بورس گلد و پلاتینیوم و نقره و اینا میداد که اینجوری رده بندی میومد پایین. اون برای دانشگاه هاست، اون گروه اول برای استان هاست، این گروه سومی که من بورس گرفته بودم برای در واقع وزارت امور خارجه ایتالیا این بودجه رو تامین میکرد، چون هدفشون این بود که از این سری کشورهای خاص سری آدمای خاص رو بیارن تو کشورشون اینجا تحصیل کنم. و بخش مهمی از اون بورس این بودش که من حدود 400 ساعت باید کارآموزی اجباری میرفتم. یعنی اینجوری بود که میگفتن این پولو بهت میدیم یا درس بخون، کلاس دوام برات میذاریم، ولی باید بری تو یک شرکتی که حتما هم ایتالیایی باشه این مقدار کار کنی. که خب از طرف قضیه برد بود دیگه، هم اونا این استفاده میکردن، هم واسه منی که خارجی هم اون مسیر ورود به کار رو راحت. خب این کارآموزی با حقوق بود؟ یعنی با حقوق بود از یه جای بعد. حالا جلوتر راجع به فضای کاری ایتالیا خواستیم صحبت کنیم بیشتر بهش میپردازیم، ولی این یه لیست کلی از نوع بورسایی که حالا هست تو ایتالیا که در واقع میشه گفت این 3 تا گروه هست. بخش دوم سوال راجع به رنگ. ببین داستان رنگ، همه ماهایی که وارد داستان اپلای میشیم این رنگه به شکل عجیبی هی تو ذهنمون میچرخه، این 2 تا بالاتر اون 2 تا پایین‌تر، که یه ظاهر مثبت داره. به خاطر اینکه اون ظاهر مثبت اگه به فکر ادامه تحصیل به سمت دکترا باشی قطعاً نکته مثبتی میشه، چون هر جای دنیا تو بخوای اپلای کنی یه سرچ ساده میکنن و اون پاپ آپ میشه که این دانشگاه مثلا 10مین دانشگاه، و حتی اون رنگ تو خود فضای اینجا، چه فضای کاری که خب میگن او مثلا فلان پلی‌تکنیک درس خونده، و چه فضای یعنی به اصطلاح کف جامعه. یعنی من که اینجا شم
سوپرمارکت میرم با آدما حرف میزنم یا حتی چه میدونم توی اداره پلیسی پستی، اون لحظه‌ای که میگی مثلا من پلی‌تکنیک درس میخونم، اون رنکه تو تصور عام هم هستش که واو مثلا چه آدم خفنی هستی که از اینجا اومد. یعنی هم توی کریره تأثیری داره، هم اگه بخوای ادامه تحصیل بدی تأثیر داره، و هم توی زندگی عادی. حالا این نکته یه مقدار تاریکی که پشت قضیه هست اینه که عمدتاً این سیستم رنگبندی دانشگاه‌ها یک جور بازی، حالا میشه گفت تجاری یا سیاسی به نفع دانشگاه است. توی این مورد پلی‌تکنیک بخوام اون نکته تاریک پشتشو بگم اینه که طبیعتاً کیفیت فضای آموزشی، متراژ فضای آموزشی پر پرسن یا همه اینا لیست میشه، ولی یه چیزی که توی اون لیست خیلی بولده قضیه تولید علم پر پرسن پر دانشجوه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تعداد پایان نامه های ارشد و دکترا و مقالاتی که تولید میشه نسبت به تعداد دانشجو. پلی‌تکنیک کاری که به اصطلاح تریکی کردش این بود که توی بازه زمانی این در رو به شکل خیلی وایدی باز گذاشت که دانشجو تعداد زیادی اومدن، یک خیلی عظیمی افتادن تو اون جریان تولید علم، مقاله تولید میکردن، مثلا تز و فلان اینا تولید میشه که اگه نمودار دقت کنید توی سالهای مثلا رنک افت کرد. بعد از اون طرف کم کم ورودیای دانشگاه رو کم کردن که از اون طرف داشت تولید علم میشد، از این طرف مجموع تعداد دانشجوها داشت کم میشد. این مال چه سالیه؟ این بازه مال چه سالیه؟ این تغییر سیاسی همین بازه‌ای که حالا نمیدونم این به عمد این برنامه بوده یا مثلا کووید درش تاثیر داشته و این داستانا، ولی اتفاقی بود که افتاد. یعنی تولید علم اون طرف به خاطر اون موج دانشجو رفت بالا، از این ور تعداد دانشجو کم کردن، یهو مثلا حالا میگم این رنک 7 و 8 و 10 واسه معماری خود رنک پلی‌تکنیک یهو چندین، خود دانشگاه یهو چند ده پله صعود کرد. در نتیجه میگم که اینا رو هم بد نیست ما بدونیم که اون رنک هم اونقدر چیز مثلا شگرفی نیستش که آره اگه من اومدم دانشگاه ده قطعا از اون برای معمار خفن قراره در بیاد. این خیلی جالبه، این که میگی در واقع ورودی‌ها یهو زیاد شدن و بعد حالا کمش کردن، ولی این ورودی‌ها زیاد کیفیت رو نگه داشتن. یعنی تولید علمه میگه اتفاق افتاده، معمولا اینجوری که کمیت بره بالا کیفیت میاد پایین، ولی خوب مدیریت کردن احتمالاً. قطعا خوب مدیریت کردن، چون ببین راجب جایی داریم صحبت میکنیم که مدیریت رو بلدن، جایی که تجربه خیلی فکر کنم 1899 یعنی دانشگاه بیش از یک قرن تجربه داره، کارشون رو بلد بودن. و میگم حالا یک ظاهر قضیه است، بخوام بریم تو خود جزئیات کیفیت آموزشی قطعا چیزایی برای ارائه دارن. خب چیزی که من حس کردم از حرفات، ببخشید، این که میگی مثلا این که حالا دانشگاه رنک خوبی داره در جهان قطعا برای ادامه تحصیل اینا تاثیرگذاره، بچه‌ها بهش توجه بکنه، ولی اونجوری هم نیست که حالا مثلا تو پلی‌تکنیک احساس کرده باشی که او من خیلی فرقی با MIT ندارم، یا من مثلا منم آره مثلا نامبر وانم، یا مثلا اگه من 10 نبود دانشگاهم 50 بود خیلی فرق می‌کرد. یعنی این احساس رو خیلی نداشتی، احساس کردی که نه همه چی نرماله. دقیقاً این دوچار توهمات نشیم. ولی حالا جدا از داستان رنگ مقدار خود کیفیت آموزشی رو بخوام بهت بگم، شاید تو ذهنم من بتونم 3 تا کاتگوری کنم چیزایی که به نظرم مهم اومد اینجا. یکی که خب خود فضای آموزشیه، یعنی فضای فیزیکی آموزش، که خب تو قطعاً نمیتونی خوشحال نباشی به عنوان یه معمار که نمیدونم از یه پاویلیونی که آلدو روسی درست کرده بیای بری توی کلاسی که مثلا رنزو پیانو طراحیش کرده نشستی، و طبیعتا اینا توی اون مود و همون حس، حالا اسمش گذاشتیم توهم، اون انرژی مثبت تاثیر داره و اون واقعا هست. یعنی تو اون حس خوبو داری که من توی یه جایی دارم تحصیل میکنم که خفن‌ترین آدما توی رشته من اینجا تاچ طراحیشون هست. اون یک موضوع. موضوع دوم خود سیلابس درسی دانشگاه است
که خب حالا اونو بعد جلوتر جداگونه بیشتر بازش میکنیم و حالا اونو میذاریم کنار. و موضوع سومی که میخواستم بگم خود فضای رقابتی دانشگاه است که من فکر میکنم از اون فضای فیزیکیه و از اون سیلابسه این خیلی مهمتره، به خاطر اینکه به واسطه همون رنگ بالا و اسم و رسم و همه بورس و فلان و بیسار اینا یک فضایی به وجود اومده که از همه جای دنیا آدمای نسبتاً قوی، حالا بگیم قوی ها میرن نمایتی، نسبتاً قوی اینجا جذب میشن و اصرار عجیبی هم به کار گروهی دارن. یعنی تو ناچاری که با این آدما یکاسه بشی و این یکاسه شدن هم باز یه ساید مثبت و ساید منفی داره. مثبتش اینه که حالا اسمش مثبت منفی نداریم، دو تا ساید داره. اینکه تو وقتی با این آدما، چون مثلا من هم گروهی از چین داشتم، از کلمبیا داشتم، از لبنان داشتم، از آمریکای شمالی داشتم، نکته جالب اینه که با اینا که قاطی میشیم به عنوان همه کسایی که خب لیسانسی داشتیم به فضای معماری نزدیکیم، کم کم اینه که چقدر جالب که ما اونقدر ذهنمون از هم دور نیست، اونقدر چیزایی که بلدیم چیزای مثلا متفاوت و عجیب غریبی نیست. یعنی میای میشینی سر کاغذ میبینی که اون کسی که مثلا از پرو اومده با اون کسی که مثلا از استرالیا اومده فکرها به هم نزدیکه نسبتاً، و در کنارش هم خب طبیعتاً کم کم متوجه میشی که متدهای آموزشی مختلف، نوع طرز به اصطلاح اون تاچ دیزاین هایی که از اون کالچرشون، از اون بک‌گراند حالا زندگی و کشورشون میاد و این دوتا ساید و همزمان باهاش میره جلو و از یه جا بعد میبینی که اصلا مهم نیست این کلاس چیه، این استاد چی داره میگه یا اصلا پروژه چیه. من از این تبادل با این آدما دارم چیزی یاد میگیرم. مرسی، عالی. خیلی نکته جالبی اشاره کردی که برای من سوالای بیشتری به ذهنم آورد. یکی این که حالا داشتم در کار گروهی و حالا در کنار بقیه کشورها بودن صحبت میکردی. یه سوال اولم این بود که حالا بهش اشاره نکردیم بود که ایرانی‌ها چطوری هستن؟ مثلا ایرانی‌ها زیادن اونجا کمن و این زیاد یا کم بودنشون خوبه بده؟ بعد در مورد اینو کلا تو پلی‌تکنیک و میدونم که پلی‌تکنیک حالا تو شهرهای مختلف ایتالیا دانشگاه داره، خود ایتالیایی‌ها چند درصد این دانشجوها هستن؟ یعنی اساسا نسبت بین اینترنشنال و ایتالیایی‌ها چجوریه؟ سوال آخرت این که عمدتاً حالا تو پلی‌تکنیک که تا جایی که من یادمه معمولاً 2 تا ورودی به اصطلاح دارن. یعنی مثلا یه 100 نفر که ایتالیایی زبان تدریسشون، یه 100 نفر که انگلیسیه. عمده ایتالیایی همون گروهی هستن که میرن به زبان خودشون و این طرف تو زبان انگلیسی شاید کمتر از نصفشون ایتالیایی باشن و بیشتر از نصفشون خارجی. یعنی خارجی ها تعداد زیادیشون رو چینی ها، بعد از چینی ها هندی ها و ایرانی ها، شاید هم ترک ها، این 4 تا گروهی هستن که بیشترین نسبت رو دارن. و راجبه حالا بالاخص راجب اون پارتی که راجب ایرانیا پرسیدی، اول یه نکته خارج از این موضوع رو بخوام اشاره کنم اینه که همه ما وقتی داریم از ایران خارج میشیم نمیدونم از کجا اولین نفر کی حرف زده، چه بک‌گراندی، یه پالسی بهمون میده که آره مثلا رفتی خارج ایرانی دیدی اون بر برو، نمیدونم مثلا با ایرانیا قاطی نشو. دقیقاً برای همین پرسیدم. یه همچین جوی هنوز هست، بیشتر حالا تو کانادا من اینو شنیدم، حالا مثلا اینجا چجوریه که خیلی هم بیراه نیست. من میتونم درک کنم اون کسایی که این صحبت شروع کردن احتمالاً از فضای مثلا پناهندگی می اومده که خب مثلا من خودم چند تا از فامیلامون هستن که توی مسیر رفتن، وارد یه فضایی میشن که تو واقعاً با آدمی که بغلته در رقابتی. یعنی مثلا از یه جمع 100 نفر قرار 5 نفر پناهندگی بدن، اگه به اون بده به تو نمیده. یعنی اون ذهنیت تشکیل میگیره که با همه استکاکی داری. ولی من این چنین فضایی توی یه چیز دانشگاهی خیلی حس نکردم، چون میرسه نقطه هایی که تو از یه سری درس‌ها هیچی نمیفهمی و هیچ راهی نداری جز این که برگردی به کلونی خودت
با ایرانی‌ها مثلا یه جوری بشینید اون درس رو مثلا در بیارید. نمیدونم مثلا اون اولا که اومدی درگیر این که وای نمیدونم ماکت کجا بسازیم، اینو کجا بخریم، نمیدونم کتابو کجا پیدا کنیم، همه این سوالا رو شاید جوابشون اون چینیه و ایتالیایی هم داشته باشه، ولی اون هموطنت جوابیو داره که به درد تو میخوره، یعنی اون جوابی که کمترین هزینه رو داشته باشه، راحت ترین مسیر بشه. واسه همین من خیلی حس منفی از همراهی با هموطن نشم. اتفاقا خیلی هم مثبت بود. دوستایی که حتی بعد فارغ التحصیلی هم اینجا کارون با دانشگاه تموم شد همه ایرانی بودن و پس بچه ها دلگرم باشن به اینکه حالا بعد از اپلای هستن کسانی که هم دغدغه‌ن، به هر حال همتون از یه جایی اومدید و کمک میکنید همدیگه. یه چیزی که توی اون کار گروهی با کشورهای دیگه گفتی که من آخرش حس کردم که خب ما خیلی از هم دور نیستیم، این برای من خیلی جالبه از این بابت که یعنی تو این احساس رو نکردی که اگر من ایران بودم یا دانشگاه مثلا تهران نبودم، دانشگاه شهرستان بودم مثل خود من یه جای داغونی بودم و مثلا یه عدم اعتماد به نفسی داشته باشی که الان میخوام برم پلی‌تکنیک، اونجا همه خفنن، اونجا همه لولا بالاست، یا مثلا الان ما خبر نداریم از دانشگاه‌های واقعا مثلا آمریکای جنوبی یا از دانشگاه‌های مثلا آفریقایی یا از دانشگاه‌های معمولا ما کشورهای اروپای غربی و آمریکا رو خبر داریم دیگه، یعنی میدونیم لولاشون چجوریه، ولی خب اونجا میگی از همه جا اومدن، از ترکیه، از همه جا. بعد اونا نسبت با ایرانی‌ها چجوریان در واقع لحاظ این آموزشی که دیدن، لحاظ استعدادی که دارن، یعنی تو هیچ کمبودی احساس نکردی که مثلا وای من یه جای بدی اومدم و الان چجوری خودمو به بقیه برسونم؟ در جواب چند نکته بگم. نکته اول این که فکر کنم ما همه ماهایی که وارد معماری شدیم بعد چند سال، نمیدونم شاید آخر لیسانس به بعد، کم کم این باور بهمون غالب میشه که من اگه معمار هستم یا نیستم خیلی ربطی به اون دانشگاهی که ازش اومدم نداره. یک پروسه فکریه که یه سری ابزار بیرونی بهت کمک میکنن، ولی یک پروسه فکریه که تو به درک فضایی برسی، به درک گرافیکی برسی، یه چیز درونیه. من اینجوری فکر میکنم و منظورم از اینکه آدما شبیه هم بودن این بود که اون جریان درونیه تو این آدما یه شکل بوده، اون جریان فکری که به این نقطه میرسونتشون میگه خب الان من معمارم، توشون یکی بوده. ولی این انکار نمیکنه اینو که ابزارها متفاوته. یعنی مثال میزنم، اون دوستی که از آمریکا جنوبی اومده بود به طور خیلی خاص توی اون رشتهشون از همون ترم اول تا ترم آخرشون اینا همه دیزایناشون با برعکس بامبو بود، یعنی که نمیدونم حالا چرا یا اون رشتهش بود یا همشون اینطور بودن. یعنی درس سازه‌ای که میخوندن راجع به مثلا مربوط به اون حوزه بود، ماکت سازیشون با اون بود، دیزایناشون همه جزئیاتش با اون بود، یعنی اون ابزار متفاوت بود. ولی وقتی که اون آدم از اونجا میکندی میذاشتی اینجا، یه آدم مثلا از فضای روسیه میذاشتی این وسط و یک سوال معماری و وسط مطرح میکردی، جوابا خیلی از هم دور نبود و این برای من خیلی جالب بود. این یک موضوع. و یک پرانتزی باز کنم، پرانتز مثبتی برای ما که از ایران اومدیم، راجع به اینکه گفتی احساس کمبود نکردی یا نه، برعکس خیلی هم احساس یک پله انگار جلوتر داشتیم. چرا؟ اولا اینکه به زرس قاطع عرض میکنم که چیزی که به ما تو ایران به عنوان معماری مخصوصا تو لیسانس نگم تحمیل بهمون درس میدن، خیلی بیشتر، نمیدونم درست نظر شخصی من، خیلی بیشتر از اون چیزیه که نیازه. اینو من در مقایسه با همون آدمای بقیه جای دنیا میگم. یعنی اونقدر چیز اضافی، اونقدر سری چیزا تکرار میشه که تو واقعا حس میکنی که من از یک کشور دیگه یا یک آدم از یک جای دیگه بیشتر بلدم. به علاوه این که ما موهبت الهی نرم افزار داریم تو ایران، همین آزادی مسئله کرک رو ما هیچ وقت، یعنی قضیه خریدن نرم افزار رو ما هیچ وقت نداشتیم تو ایران و این خودش یک چیز خیلی بزرگه. شاید خیلی حس نشه ولی مثلا روز اول که اومدم اینجا به شکل عجیبی دیدم که هیچ کدوم از همکلاسی‌ها مخصوصا ایتالیایی‌ها هیچ، تاکید میکنم، هیچ نرم افزار سه‌بعدی حتی مثلا اسکچاپ هم بلد نیستن.
و ازشون میپرسی چرا، میگفتش که خب مثلا برای من دانشجو خیلی نمیارزه که بخوام چه میدونم برام 3D Max فلان یورو در ماه بدم بخرم. و اون یه نکته‌ای که ما تو ایران داریم خیلی ما رو تو خیلی چیزا جلو انداخته. حالا فقط هم تو نرم افزار استفاده نیستش، تو همه جور نرم افزارا، حتی یه چیز ساده مثل مایکروسافت و من دوستایی میدونم کشور مختلف که چون اونم حالا خیلی هزینه زیاد نه، چون اونم هزینه داشت ابزارهای خیلی بیسیکی رو جایگزین میکردن. خب طبیعتا توی نتیجه نهایی کارشون تاثیر میذاشت. در نتیجه پاسخ کوتاه به این سوال اینه که نه، اصلا ما به عنوان یک ایرانی چه از یک دانشکده دور افتاده‌ای باشیم چه از تهران و بهشتی باشیم چیزی کم نداریم. عالی. در مورد این داشتیم صحبت میکنیم با داریوش که داریوش بورسیه‌ای از وزارت خارجه ایتالیا میگیره که یکی از شرایطش این بوده بعد از تحصیل 2 ساله ارشد در پلی‌تکنیک 3 سال باید کارآموزی اجباری داشته باشه در ایتالیا و این از نظر خودش یک فرصت هم بوده، یعنی اینکه به هر حال شاغل میشه و اونم در ایتالیایی که خیلی وایبی که ازش داریم اینه که مثلا اقتصادش نسبت به آلمان و فرانسه و انگلیس اینا خب خیلی ضعیف داره و خیلی از دوستان شخصی من و خیلی از معمارایی که الان تو ایران دارن کار میکنن من در واقع سراغ دارم که اینا از ایتالیا برگشتن بعد از تحصیل چون فضای کار به اون صورت نبوده یا حالا به شرایطی که این مقدار شاید سخت بوده براشون. در مورد این بگو، مجبور شدی بری کارآموزی، اون دفتر رو کی انتخاب کرد؟ خودت انتخاب کردی؟ در چه سطحی بود و مشغول چه کاری شدی بعد از دانشگاه؟ اول یه نکته اصلاح کنم که 3 سال نبود، کمتر، گفتم حدود 1 سال 480 ساعت. ولی خب یه سال اون من شنیدم 3 سال اشتباه، پس من شنیدم اشتباه. آره که حالا اون همکاریم ادامه پیدا کرد و تبدیل شد به قرارداد و این داستانا. از کل بیایم به جز این که اولا راجع به این حرف کلی که میگن مثلا اقتصاد ایتالیا فلانه بیسته، طبیعتا آدمی که یه مقدار درگیر فکت و دیتا و اینا بشه نه فقط راجع به این، راجع به همه چی، چون مثلا استریوتایپی هستش که میگن آلمانیا خشکن، نمیدونم مثلا فلانجا فلانه. این یک چیز سطحی و ظاهریه که نمیتونی بگی نیست، خب تا نباشه چیزکی قطعا چنین چیزی وجود داره ولی اونقدر تعیین کننده نیست. یعنی مثلا من اونقدر حس نکردم که ایتالیا اقتصادش ضعیفه، چون دیدم که دوستم رفت آلمان کار کرد، آره درآمد نسبتاً بیشتری داشت ولی اینجوری نبودش که مثلا تحت فشار باشم، من اینجا نمیدونم تورم باشه فلان باشه. در نتیجه اون پوینت اولیم که اون جملات کلی که همه میگن رو بذاریم کنار، راجع به کیس خودمون، کار خودمون و توانایی خودمون بیایم سرچ کنیم. راجع به فضای کار اگه از سوال دور میشم بهم بگو. نه. من اتفاقا میخواستم در مورد این بعداً بپرسم که چقدر این تصور از ایتالیا درسته که حالا ضعیفه یا فلان. به قول تو توی استانداردی هست که تو اذیت نشی، حالا ممکنه مثل آمریکا و کانادا و اینا نباشه ولی خب اونقدر داغون نیست که تو مثل ایران مثلا به استرس بیفتی. قطعا همینطوره. و بعد موضوع اینه که حالا مثلا توی این دایره کوچیک کشورهای اروپایی رو بخوایم با هم مقایسه کنیم، نمیدونم چند تا مثلا فرض کن 5 تا پارامتر شاید باشه، یکی درآمد، عدد درآمد، یکی کالچر کاری یعنی اون فرهنگ فضای کار، خود راحتی کار پیدا کردن، خوش گذشتن زندگی به طور کلی از تفریحات و شهر و فلان و بیسار اینا. این 4-5 تایی که جلوت بذاری بعد بیای بگی خب آقا به فرض که ایتالیا مثلا اقتصادش ضعیفه، قطعا توی پارامتر دیگه ای اون بالانس به هم میخوره و بعد آخر سر تو بیای مثلا کار تو ایتالیا و آلمان و هلند اینا رو بذاری رو ترازو، اونقدر راحت نیستش که بگی خب دیگه مثلا این کشور گزینه‌ها حذف میشه، چون قطعا یه فضاییه که اگه یک مشکلی داره یه چیزی جاش جبران میکنه. یعنی اگه ایتالیا به فرض عدد درآمدیش کمتر باشه از هلند، آب و هوا و تفریحات و از سه طرف به دریا نزدیک بودن و خوش گذشتن زندگی اونو بالانس میکنه. پس خطاب بالا هر کسی که میخواد
یک جایی رو برای زندگی انتخاب کنه، اینه که همه اینا رو با یک نگاه کل‌نگر در نظر بگیره، آنالیز کنه. این یک موضوع. حالا یه مقدار بخوایم جان نه چیزی نگفتم من. بخوایم یه مقدار اختصاصی تر راجع به فضای کار و اینا صحبت کنیم. آره من با اون بورسی که داشتم وارد فضای کار شدم که میتونم بگم خیلی راحت نیست کار پیدا کردن، چون شما باید فرض اینو بکنید که داستان زبان هست، داستان اکسپریانس یا سابقه کاری که واسه اینا خیلی توجیه شده نیست هست، آشنا نبودن، یعنی کلا یه سری پارامتر هستش که کار پیدا کردن رو سخت میکنه، حالا چه اینجا چه ما همه این کشورها. ولی تجربه شخصی من این بودش که اون سختی اون اوله، لحظه ای که جای کاری رو پیدا کنی و وارد اون فضاشی همه چیز خیلی راحت تر میشه. یعنی اینکه استرس این که وای مثلا من اینو بلد نیستم، وای فلان چیزم کمه، فلان بیساره، اینا دیگه، یا مثلا استرس این که وای مثلا اگه من فانکشن کافی رو نداشته باشم منو اخراج میکنن، اصلا هیچ کدوم از این مسائل پیش نمیاد، چون داریم راجع به فضای صحبت میکنیم که اونقدر ثبات کاری هست، اونقدر پروژه دارن که همیشه رو به جلوه. یعنی اینجوریه که خب تو رو نگه داریم یکی دیگه هم اضافه بشه. هیچ وقت اینجوری نیستش که بخوان کسی رو اخراج کنن یا مثلا بگن تو اینو بلد نیستی مثلا برو یکی دیگه بیاد. در نتیجه یه موضوع کلی که ورود به کار سخته، اینجا کار پیدا کردن خیلی سخته. من تو یه بخشی از سوالتم پرسیدی که برات پیدا کردن یا خود پیدا کردی، نه اون یه مسئولیتی بود که خودمون باید پیدا می‌کردیم که سختم بود، چون اگه تو سال اول اونو پیدا نمی‌کردیم بورس قطع می‌شد. حالا من خوششانس بودم یا به اندازه کافی تلاش کردم که فکر میکنم من به 400 یا 450 تا شرکت، از شرکت میگم یعنی از یک کارگاه صندلی سازی تو یک زیرزمین گرفته تا مثلا شرکت بوئری و رنزو پیانو و اونا، به اونا ایمیل دادم، شاید بکنم از اون 400 تا ایمیلم 50 تاشو جواب دادن، 10 تاش اینترویو شد، از اون 10 تا 2 تاش به من یک کاریو پیشنهاد دادن. خب اینجاش خیلی داره جالب میشه، این آمارایی که میدی آمارایی به درد بخوریه. پس این 400 تا خیلی طاقت فرساست، یعنی تو پس خیلی گشتی واقعا. یعنی مثلا تو ایران هم بچه‌ها انقدر برای کار نمیگردن واقعا، مثلا شاید 5 تا دفتر برن شرایط خوب نباشه کلا ناامید بشن. و اینجا من سوالات سختی میگفتم اول حرفم اون وروده است، چون ما اولین ورودن طبیعتا من اگه از شغل اول به شغل دوم میخوام برم، این 400 تا ایمیل میرسه مثلا به 10 تا شرکت میرن مصاحبه میکنن، اون تغییر شغل خیلی راحت تره، اون اولشی که خیلی سخته، چون حق بدیم به اون شرکت طرف مقابل کاملا کورکورانه یه آدمی که معلوم نیست از کجا، معلوم نیست با چه معلوماتی رو دارن قبول میکنن. دقیقاً. من اینجا سوالای خیلی ریزی دارم و امیدوارم که بچه‌ها خسته نشن، برخلاف دو تا گفتگوی قبلی که خیلی سعی می‌کردیم حالا کلی‌تر صحبت بکنیم و خیلی ریز نشیم، ولی چون الان داریم با یه کیسی مشخصا از یه جای خیلی دقیق صحبت می‌کنیم، من میخوام اصلا کلا این گفتگو رو بذاریم برای همه کسایی که قصد ایتالیا رو دارن یا قصد پلی‌تکنیک رو دارن. یعنی میخوام اینقدر دقیق باشه، مثلا شاید در گفتگوی بعدی با کسی دیگه صحبت کنیم که مثلا اون انگلیس باشه و خب انگلیس با ایتالیا خیلی فرق داره. پس من میخوام فقط در مورد ایتالیا قشنگ میخوام ریز بشم با داریوش که ببینم واقعا ببین همینجا خیلی جایی که من میدونم خیلی روش مشکل دارن و ترس دارن. اینکه من درس میخونم، من کلی رقیبم بعد از درس دارم احتمالاً. حالا دقیقا میخوام اینم بهم بگی که مثلا خب ایرانی‌ها میدونیم به خاطر شرایط کشورمون تمایل به ماندن دارن، کلا اپلای تحصیلی بهانه‌ای برای مهاجرته. این برای کشورهای دیگه چطوره؟ هندیا برمیگردن کشورشون، چینیا برمیگردن، ترکا برمیگردن، یا نه اونا هم دلشون میخواد باز ادامه بدن یا برن یه کشور دیگه ای؟ در واقع میخوام بگم که بعد از دانشگاه شما کلی دانشجو اینترنشنالی هستید که تعدادتون هم خیلی زیاده تو پلی‌تکنیک و همتون الان میخواد دنبال کار. دقیقاً ممکنه که این 400 تا ایمیل تو رو یکی دیگه هم داده باشه. میخوام بگم این رقابت برای کار زیاده، چون از اون ور گفته که پروژه ها خوبه، دفاتر زیاده، پروژه ها هم تو ایتالیا زیاده، ولی خب کار پیدا کردن سخته. این یه تناقضی من دیدم، یعنی اینکه این سختی ورود به کار به خاطر چیه؟
عرض کنم خدمت که راجع به این که بعد تحصیل اینا میمانند یا میروند، دقیقا همونایی که گفتی، یعنی هندیا، باز چینیا کمتر، شاید بگیم همون هندیا و ایرانیا و ترکا عمدتا کسایی هستن که ذهنیتشون مثل ما، یعنی این تحصیله براشون به معنی فرار از کشور و زندگی جدیده. ولی برعکس ما بچه آمریکای جنوبی یا از بقیه کشور اروپایی، چینیا یا روسا، شرق اروپا، شرق آسیا، اونا عمدتا بعد تحصیلشون برمیگردن کشور خودشون، کار خودشون میکنن. راجع به این تناقضی که میگی بین حجم کار و پروژه‌ای که هست و سختی پیدا کردن کار، فکر میکنم تو اون صحبت قبلی اشاره کردم، ولی باز تاکید میکنم که کاره هست و امنیت شغلی هم هست، پروژه هم هست، اون ورود بهش سخته و اونم پارامترهای مختلفی درش دخیله که اصلی یکیش همون سختی جستجوی کاره، یعنی تو باید انرژی بذاری کار رو پیدا کنی. دومیش زبانه به طور کلی که حالا اون آخر صحبتمون جداگانه راجعش صحبت میکنیم. و سومی مسئله ریاضت اقتصادیه، چون بالاخص تو فضای معماری اینجوریه که میگم مثلا توی این چند ساعت تا ایمیلی که دادم بود کسی که میگه آقا بیا مثلا چه میدونم 6 ماه این پروژه رو چیز کنیم، تو ایتالیا میگم پرووا، یعنی به اصطلاح میگم آزمایشی با ما مثلا باش، بعد 6 ماه حالا ببینیم چی میشه. یعنی اونجور گزینه‌ها هستش. حتی اینجایی هم که من رفتم همین بود، ولی مقدار تعدیل شده که طرف مثلا 3 ماه بیا کار کن ببینیم چی میشه بعدش. واسه همین اینا رو باید به جون بخره کسی که میخواد وارد این فضای کاری بشه. اینجا شبیه به ایرانه، بس این بیگاری که تو ایران 3-4 ماه میکشن، ولی اونجا حداقل یه تعهدی دارن، یه صداقت دارن که آقا بعدش واقعا میگیریمت. اینجا خب نمیگیرن، میرن سراغ کار دیگه. آره. خب پس سختیه، پس به خاطر اینا سختیه. من فکر میکردم که به خاطر رقابت با دیگرانه، یعنی تعداد آدمایی که میخوان شاغل بشن خیلی زیاده. تو میگی بخشش به خاطر خودت، تو باید همت بکنی دنبالش بگردی، یه بخشش هم برمیگرده به تواناییات، زبان و نرم افزار و واقع سابقت و این چیزا که طبیعیه. داخل پرانتز این رو هم بگم، ببخشید قطع کردم، داخل پرانتز این که اینطور هم نیستش که حتما همه یه کسایی که از اینجا معماری فارغ التحصیل شدن دنبال کار معماری باشه. این داستانه بس اینجا هم هست. خب بذار من اینو اینجوری چیز کنم، ولی فکر کنم تو سوال ذهنیت هم شاید باشه که کلا آینده بعد تحصیل یا آینده کریری تو ایتالیا به چه شاخه هایی میره. من اینجوری شاید بتونم برات دسته‌بندی کنم که شاید بشه گفت 3 یا 4 دسته میشه آدم. دسته اول کسیه که یک دنبال یک کار معماری، بهتره بگیم معمولیه، یعنی که دنبال نمیدونم به اصطلاح فیل هوا کردن و یک کارمندی بشه با یه حقوق ثابتی و یک کارمند معماریه. دسته دوم اون کسایی که به اصطلاح خود اینجایی دنبال استار آرکیتکت هستن که من مثلا میخوام برم حتما زیر دست رنزو پیانو کار کنم. یه گروه هست. گروه سوم کسایی هستن که میخوان که کار خودشونو بکنن، چه میدونم برن پروژه بگیرن، مثلا خودشون از صفر بازسازی کنن، رینوویت کنن، چیز بسازن. و دسته چهارم هم کسایی هستن که کیفشون رو برمیدارن فضای معماری میرن بیرون دنبال یه چیز دیگه. بین این سه تا من اینجوری دسته‌بندی میکنم که دسته اول واسه کسیه که اون ریاضت اولا دوست داشته تو فضای معماری بمونه، نره بیرون، اون ریاضت اقتصادیه رو به جون بخره و با اون زندگی کارمندی هم اوکی باشه که من 9 صبح تا 6 بعد از ظهر میرم اینجا دیزاین میکنم، این کارو میکنم، میام خونه. اون خیلی که نه، یعنی راحته. تو یه مقطعی رو به خود فشار میاری، سرچ میکنی، پورتفولیو درست میکنی، مصاحبه میکنی، زبانت بهتر میکنی، به اون کار وارد میشی. نیازی هم نیستش که نمیدونم نرم افزارهای عجیب غریب یاد بگیریم، اصلا این کار خیلی ساده روزمره در حد اتوکد. در این حد حتی بگم که
مثلا تو شهرداری میلان هنوز فایل اتوکد 2008 قبول میکنه، یعنی اونجا گیر کرده. گروه دوم که بشن کسایی که دنبال به اصطلاح استار آرکیتکتن که برن کارهای عجیب غریب کنن، اونا خب طبیعتا راهشون سخت‌تره، باید برن به سمت اون نرم افزارهای عجیب غریب میگم یعنی واقعا عجیب غریب، یعنی چیزایی من اینجا میدیدم که مثلا یک نرم افزاری بود که کلا مثلا 50 تا نسخه ازش فروخته شده بود، برای مثلا فلان جای ساختمون رو با فلان مثلا متد دیزاین کنیم، اون جور چیزا که فقط هم مثلا تو دفتر معماری آقای ایکس از اون نرم افزار استفاده میشه. اون گروه دوم باید اون نرم افزار رو بگیرن، خودشون آپدیت کنن، زبونشون قطعا از اون گروه اول خیلی بهتر باشه، قطعا قبل از اینکه برن سراغ اون استار آرکیتکت تو همون فاز معماری معمولی کارمندیه باید 1 سال 2 سال با ریاضت اقتصادی پول نگیرن، سابقه کار براشون ایجاد شه، برن به اون سمت. گروه دوم. گروه سوم کسایی هستن که میخوان معمار بشن ولی دوست دارن کار خودشونو بکنن. متاسفانه این گروه واسه کسایی که پشتوانه اقتصادی ندارن قفله و خیلی نمیتونه. من خودم بعد از اینکه اون فضای کارمندی 2 سال 3 سال کار کردم رفتم سراغ اون فضای خودم به اصطلاح پروژه‌های فریلنس رو. 1-2 تا پروژه گرفتم، گروه‌های حالا پیمانکاری رو به اصطلاح پیدا کردم، دیزاین کردم، مشتری پیدا کردم، ولی واسه کسی که پشتوانه قوی اقتصادی نداشته باشه خیلی سخته. و اونم چرا؟ به خاطر فضای پیچیده مالیاتی این کشورها. یعنی اینکه اون معادلات در هم بر هم مالیات و اون برکت‌ها و این داستانا این چیزو بهت مجبورت میکنه به این که آقا یا تو از این خط بیشتر باید درآمد داشته باشی، یعنی چه میدونم 3 تا پروژه داشته باشی که هر کدوم به فرض 30-40 هزار یورو بهت سود بده، یا اگر از اون کمتری هر چی در میاری به مالیات و فلان و اینا میره. درنشون گروه سوم. ولی من داستان چهارم رو به عنوان یک گزینه خیلی در دسترس واسه کسایی که بچه‌ای که میان اینجا تحصیل میکنن پیشنهاد میکنم، یعنی اینکه با یک زاویه خیلی اندکی از اون مین استریم به اصطلاح معماری خارج بشید، برید به یه سری حاشیه هایی که اون حاشیه ها اتفاقا پول بهتری توش هست، اتفاقا کار راحت تر پیدا میشه. مثال میزنم برات، فکر کنم 2 یا 3 تا مثال تو ذهنم هست. این که من یک دوستی داشتم فکر کنم شهرسازی ایران خونده بود، من معماری خوند، در آخر تحصیلش با این سوال درگیر شد که من کدوم یکی از این راه‌ها رو انتخاب کنم، دید که فضا سخته، رفت سراغ یک نرم افزاری، یکی از شاخه‌های GIS بود البته، ولی نرم افزار دیگه بود که اختصاصاً برای زیرساخت‌های شهری و اونم چیز خطوط تلفن و این داستانا بود، خیلی چیز پیچیده‌ای هم نبود. نرم افزار رو یاد گرفت، اپلای کرد برای کار توی یکی از این شرکت‌های اپراتور تلفن همراه که در نگاه اول میگه مثلا چه ربطی داره تو معماری اینجا چی کار میکنه، در صورتی خیلی هم استقبال میکنن چون اکثر سکتورهای کاری دیگه بر توانایی‌های ذهنی و خلاقیت‌های معمارا باور دارن، یعنی بهشون ثابت شده که این آدمو میاریم میذاریم اینجا این خط تلفن‌ها رو بکشه، ولی مطمئنن که اون با اون راضی نمیشه، فردا یه ایده جدید میاره، فردا مثلا میگه اینو از اون ور ببریم اینو فلان کنیم. و اینو من به چشم تو چندین کیس دیدم. مشابه همین خودم دوباره یه پروژه داشتم، این مدت یه فرمون گرفتم از معماری خارج شدم، رفتم 1-2 تا کورس راجع به پلنت‌های کمیکال، این کارخونه‌های شیمیایی و این دوله ها و این داستانه که بندی واسه میشه، یه سری کورس و اینا مطالعه کردم راجع به مثلا این سیستما و این داستانا و بعد آفر دادم به یه شرکتی، گفتم که آقا مثلا چه می‌دونم این تنکاتون که با این چیزا به هم وصل شده، من اینو مثلا تو گراس‌هاپر میتونم یه چیزی براش بنویسم که مثلا کوتاه‌ترین خط لوله رو بهتون چیز کنه که به نفعتونم بشه. و طرفم خیلی استقبال، همون نکته‌ای که میدونن یک معمار یه چیز جدید میاره، استقبال کرد. من فهمیدم 6 ماه
بیشتر 9 ماهی مثلا با اون همکاری میکردم. در نتیجه یه ریویو بکنم بین این 4 تا گزینه، یا معمار کارمند یا یک مسیر بسیار سخت به سمت استار آرکیتکت که اون واسه کسی که واقعا عاشق معماری باشه و خیلی پول اولویتش نباشه، داستان کار فریلنس برای کسی که یه بودجه بتونه بیاره که مثلا خودش خونه‌ای بخره، اون رو رینوویت کنه، از اون به اصطلاح بیلداپ کنه، ادامه بده، یا گزینه 4 از این فضا بره به یه سمت دیگه. آیلین، من دقیقا یکی از سوال‌ها همین بود که مثلا تصور خیلی اونجا اینه که خب من میرم اونجا و یه جایی شاغل میشم. خیلی کم پیش میاد بین بچه‌های تو سن و سال ما که یکی با هدف این بده که من کسب و کار خودم رو راه بندازم، و تو میگی که این خب پس نیاز به یه سرمایه زیادی داره و به هر حال ما که داریم دانشجویی مهاجرت میکنیم برامون خیلی میسر نیست. یه چیزی در واقع تو یه سال تو توی همون کارآموزی میگذرونی، از اون دفترم بگو اون دفتره چقدر خوب بود، چقدر تونست به تو کمک بکنه، و در واقع بعدش هم یه 6 ماه تا 9 ماه رفتی با همین شرکت در واقع سازه‌های شیمیایی کار کردی و بعدش دیگه رفتی سراغ دکترا، درسته؟ یا بعدش دوباره جای بین دیگه اون هم رفتی؟ دوتا اون پروژه فریلنس رو داشتم که آها. 1 سالی هم مشغول این در واقع همه اینا که گفتم یه تجربه کوچیکی کردم. آره، یه چیزی که فکر میکنم تو هم بهش اشاره کردی تو اون دسته 4، خب اون 4 تا دسته‌ای که در طبقه بندی کردی تو ایران هم هست. یعنی تو ایران هم یه عده واقعا میرن برای همین کارمندی و اینا، یه عده دلشون میخواد حتما برن پیش مثلا فرض کن تقابلی، پیش ایروانیان دانشمند کار کنن، و یه عده هم که اون دسته 4 مهمن، اون که میخوان، اونایی که میخوان چرخش بکنن و میخوان اونجا یه ذره زوم بشن. تو ایتالیا که میدونم این چرخش خیلی زیاده، چون دیزاین تو ایتالیا خیلی قویه، یعنی خیلی هم راحت تره احتمالا، چون شرکت های دیزاین محور در ایتالیا اصلا سرآمد دنیا هستن، تعدادشون زیاده، کیفیتشون بالاست، بینال ها و نمایشگاه های خیلی خوبی مثل بینال ونیز توی ایتالیا برگزار میشه و کلا یه جورایی آرتفر دیزاینرها توی دنیا ایتالیاست و این کار راحته. ولی اینکه در واقع بچه‌ها ترس دارن از این قضیه، یعنی حتی تو ایران هم طرف احساس میکنه که چون 4 سال یا 6 سال معماری خونده و اگر الان بره سراغ یه رشته دیگه ای حتی مرتبط با دیزاین، مثلا وقتش عمرش تلف شده، یا مثلا احساس میکنه از اونایی که تو همون در واقع مینستریم معماری شاغل شدن یه جورایی عقب افتاده یا نسبت به اونا کم تواناتر بوده. در مورد این نظر تو چیه و چه جو دورت چجوری بوده؟ والا من خودم شخصا خیلی معتقدم که چون خیلی صادقانه بخوام بگم من اون شکلی عاشق معماری که حتما بخوام، نه خود دوست دارم، یعنی چیزی بود که پشن داشتم روش، ولی نه اونجوری عاشق نیستم. و خیلی موقع واسه بچه ها مثال میزنم، میگم که معماری یه چیزی شبیه با ورزش بخوایم مقایسه کنیم، چیزی باشه 2 میدانیه. تو میتونی خودت تو 2 میدانی بمونی، چون بری مسابقاتش مدال کسب کنی فلان کنی، ولی یک قابلیتی که معماری داره مثل اون 2 میدانی این که تو میتونی بری تمرینای 2 میدانی رو بکنی چند سال، بعد بیای بیرون بری فوتبالیست خوب شی چون اونجا بدنت ورزیده شده، بری 2 میدانی تمرین کنی، بری بسکتبالیست خوبی بشی. و این ایمیجی که من راجع به معماری دارم، چون اون فضای آموزشی که توی معماری وجود داره، حالا چه طریق اون چیزی که تدریس میشه یا اون فضایی که بین بچه‌هاست، اون فضای رشد فکری که هست، یه سری ابزارهایی رو به ما میده، شامل همین خلاقیت، شامل همین آشنایی به فضای دیجیتال به طور کلی و نرم افزارها، و همه اینا کنار هم ما رو یک کیسی میکنه که تو خیلی راحت میتونی بری سراغ هر کدوم از این شاخه‌های دیگه. تو که 2 میدانی کار کنی راحت میتونی بری هر ورزش دیگه دنبالش، و به نظر من نباید ترسید از این، چون اصلا اینجوری نیستش که پوانه، به بگن نظر من چیز مثلا طرف خوبیه، اصلا به نظر من چیز خوبیه. تو یه دنیایی رو تجربه میکنی، میری در یه دنیای دیگه ای و اونم تجربه میکنی و تا آخرش مثل کسی که 10 تا زبان بلده، تو همه اینا رو بلدی و این خیلی چیز دقیقاً. و باحالیه. بعد این به این معنی نیستش که تو رفتی سراغ یک چیز دیگه اونلاین، تو
کنسل شده یا مثلا انداختی دور. من الان مثلا خودم مثال میزنم، من از اون فضا جدا شدم، رفتم با یک پلنت شیمیایی کار کردم، ولی الان برگردم یکی بهم یک پروژه معماری بده، هنوز من اون معمارم، یا چون من دارم میرم پی اچ دی بخونم اصلا در یک فضای دیگه، در یک فضای به اصطلاح سوشال ساینس، اصلا از فضای پرکتیکال دوره، ولی باز هنوز من معمارم. یعنی میتونم خودم بگم که من معمار استش یه چیز دیگه و این همیشه هستش. عالی. من برای اینکه بتونیم برسیم تو پارت دوم، نگاه کنید ما دقیقا فکر کنم حدود 5 دقیقه به 7 شروع کردیم، محدودیت 1 ساعت هم داره گوگل میت. من یه 5 دقیقه دیگه با داریوش ادامه میدم، بعد تو همون کانال تلگرام آرکیگراف لینک جدید میذارم سریع که در واقع دوباره اضافه بشیم و بقیه گفتگو رو شما با داریوش ادامه بدید. من سعی میکنم برسم به مرحله دکتراشو یه نقطه بذاریم. در پارت دوم شما سوالاتتون از داریوش بپرسید، از پروگرام دانشگاه پلی تکنیک، نمیدونم از هر چیزی که فکر میکنید که نیاز دارید. چی شد که علاقمند شدی به ادامه پژوهش؟ اصلا آدم آکادمیک محوری بودی؟ من از اون دورانی که یادم خیلی اینو در تو نمیدم، شاید خیلی تغییر کردی که دلت بخواد بری سراغ. نه خودم خیلی در خودم نمیدیدم. چی شد؟ ولی نه، دقیقا همین آخرین بحثی که کردیم راجع به این که هیچ اشکالی نداره که تو پاتو بذاری بیرون از فضای معماری یه چیزی امتحان کنی. من کاملا جریان طور به این سمت جریان پیدا کردم، یعنی اینکه از وسطای مسترم علاقه‌مند شدم به تاپیکای سوشیولوژی، جامعه شناسی و انسان شناسی و اینا. یه سری درسامو تو همون مستر، این قابلیت هم مثلا بچه شاید بعداً بپرسم، یه سری درسامو ریپلیس کردم و مثلا درسای تئوریای علوم انسانی و فلان و اینا. بعد دیدم که خب چه جالب، من هم یک معمارم که میفهمم ساختمون چیه، هم الان وارد این شدم که به فرض یک علوم انسانی رو پیگیری کنم. پس چقدر جالب میشه که برم مثلا یک پی اچ دی پیدا کنم که این دوتا رو با هم دیگه یک کاسه کنه. که الان دقیقا هم همینه. من موضوع تزی که برای مسترم اینجا ارائه دادم راجع به کانسپت یا مفهوم هوم، خانه، در نظر مهاجرانی که از میدل ایست اومدنه. یا در طول یه سری مصاحبه و یه سری آنالیزا و اینا، اون تصویر ذهنی خونه رو با تصویر ذهنی که مثلا ایتالیایی‌ها یا غربی‌ها و اروپایی‌ها دارن مقایسه کردیم و اون یک سنگ بنایی شدش که من همین رو قراره فضای خارج از معماری دید، فضای انسان شناسی، راجع به همین دوباره ادامه بدم که واقعا خونه چیه برای ما، چه تعریفی داره، این تعریف از کجا میاد، از احساسات میاد، از تجربیات میاد، از صرف کالبد میاد و اینو تو اون فضا ادامه بدم. و فکر کنم این مثال خوبی باشه برای خیلی از بچه‌هایی که چون من یادمه تو همون دوره لیسانس ایرانم یا همینجا طرف داره معماری میخونه ولی یک لاینی اون کنار داره، چون علاقه‌مند به روانشناسی، علاقه‌مند به تکنولوژی، علاقه‌مند به هزار تا چیز دیگه است. و این قابلیت معماری، من استادی داشتم میگفتش که معماری اقیانوسی است به عمق یک فجر. این که یک اقیانوسیه که تو راجع به همه چیز یه چیز کلی میدونی و فرمون دست خودته، میتونی هر جایی که دوست داری اون کل رو بس کنی به اون چیزی که واقعا راجبش علاقه‌مند هستی. آره، من دارم سعی میکنم اون کار رو کنم. خیلی که اولا که رشته خیلی جالبی جذابی، منم خیلی به جامعه شناسی تو معماری و تو هنر خیلی علاقه دارم. و اتفاقا موضوعی که میگی توی در واقع معماران بزرگ و استار آرکیتکت هم هست. یعنی من چند تا مثال میزنم برای بچه‌ها. زاها حدید معماریه که ریاضی بلده و با سهمیه‌های ریاضی در واقع فرمای مختص خودش رو خلق میکنه. آیزمن معماریه که فلسفه بلده. زومتور معماریه که تجربه زندگی روستایی و نجاری رو پیش باباش داشته. و ونبرکل یون استودیو معماریه که گرافیست بوده و شما اگه به کارهای یون استودیو رو ببینید اصلا اون در واقع نبوغ فرم‌های گرافیکال دو بعدی و توی سه بعد معماری می‌بینید از ونبرکل. بعد باز مثلا لیبسکیند معماری بوده که فلسفه میخونه و
دقیقاً چیزی که داریوش میگه، یعنی شما در کنار معماری، حتی اگه ما بخوایم معمار خوبی هم بشیم، حتما باید یه لاین کنارش باز کنیم. حالا مثلا آراونا معماری که جامعه شناسی خونده، بالکریشنا دوشی معماری بوده که جامعه شناسی خونده و اینا دقیقاً همشون تاپ هم شدن دیگه و قشنگ هم کاملا قابل تمییزن. این قابل تمییز بودنشون به خاطر معماری نیست. من به نظر من سواد معماری آیزمن و زوها و کلهاست و اینا با هم خیلی قابل تفاوت آنچنانی نداره. نقطه تمایزشون دقیقا تو همون رشته های دومشونه که حوزه هاشون رو از همدیگه جدا کرده. مرسی از داریوش جان. من احتیاطا برای اینکه خاموش نشه این در واقع میتمون اینو قطع میکنم. الان سریع بچه‌ها توی کانال تلگرام آرکیگراف لینک جدید میذارم. مرسی. هستم.